سلام، خیلی خوش اومده ویدیو جدید. بچه ها بعد از اون مرحله ای که رفتیم ما گوشی و اینا رو ترکوندیم، چیز شد، یه لینکی برای ما لسه فرستاد، لینکی که دکتر فریلان داره ایناست. یه لینکی لسه فرستاد که گفت الان وقت خوبیه که مثلا بری سهام و اینو بخری، که این یه نوع آموزش هم الان حساب میشه، آموزش پولدار شدنه. مثلا ما الان 7282 تا پول داریم، میریم داخل مارکت، اینجا روی میزنیم سهامایی که ضرر کردن. لایف ایندور از همشون بیشتر ضرر کرده چون تازه گوشی ترکیده و اینا. ما میایم اینجا اینو میخریم، این سهام ضرر کردن میخریم، کل پولمون رو میدیم. من اولین باری که این تست کردم بعد $18 داشتم، بعد با $18 یهو رسیدم به 2 میلیون دلار. خب میخریم سهام رو و چند ثانیه صبر میکنیم، از سایت خارج میشیم، میریم یه دوری میزنیم یا مثلا یه بار میخوابیم بلند میشیم، که حالا اونقدرم لازم نیستش طول بکشه، یه دور همینجوری تو حیاط مایکل بزنید رو که خب الان برید وارد سایت بشید دوباره، که اینجا توی این قسمت همین وسطی اولین سایت LCN برید داخل مای پروفایل و سهامتون رو بفروشید، سیل آل رو بزنید و این دست $7000 ما رسیدیم به $17000، که اینجا هم یه دونه از جامای مثلا چجوری توضیح بدم که سود کردیم و اینا، جاممون رو بهمون دادن. آره خلاصه با این راه میتونید پولدار بشید و خیلی سریع پولتون زیاد میشه. هی برید سهام بخرید، هی بفروشید. یه موقعی ممکنه باگ بشه که اینم طبیعیه. این باگ اینجوریه که شما پولتون خیلی زیاد، مثلا $1,000,000,000 میشه تا 2,400,000,000 خورده ایم فکر کنم بتونیم پول بگیریم این سال. مثلا $1,000,000,000 میشه، بعد پولتون رو نمیده یا میرید میخوره، شما از این راه میایید پولتون رو پس بگیرید. هر چی سیل میزنید میبینید که مثلا اصلا پول رو پس نمیده. از این روش شما میتونید پول رو پس بگیرید که میایید اینجا سیل آلو یه دفعه میزنید، پولتون زیاد نمیشه ولی خب پس میده باز پولتون رو. و اینجا هر بار این کار رو انجام بدید پولتون بیشتر میشه. یکی از بهترین روش ها داخل GTA همینه برای پولدار شدن. الان 44,000 تا شدم 108,000 تا، که امتحان کنید قبل از این مرحله فکر نکنم جواب بده. به مایکل آنلاک کنید و این مرحله لباس فروش رو برید، بعدش درست میشه. امیدوارم این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. چنل رو ساب کنید، اگر ساب دارید زنگوله رو بذارید روی آل. خداحافظ.